درود بر شما. اینجا یه وسیله جالب رو داریم، یه متر رو داریم که در اصل متر نیست، یه دونه مترا یا هم خودکاری بود که سرکاری بود برق میگرفت. این هم دقیقا همونه، وقتی متر رو میکشید برقتون میگیره و متری در کار نیست و یه چیز فیکه. ولی خب اینجا رو که بکشید یه شوکی وارد میشه. ولی خب این الان خراب شده و میخوایم بازش کنیم، ببینیم مثلا مکانیزمش چجوریه، چجوری کار میکنه و اگر شد درستش کنیم. احتمالاً باتریش خارج شده باشه از مدار یا اینکه کلا باتریش خراب شده. ولی اینجا هم یه فندک داره که اصلا خیلی مهم نیست و کاربردی نیست. خب بریم سر وقت باز کردنش. اینجا 2 تا قاب داره که بذارید با تیغک بریم تو کارش. اگر هم قابل باز کردن نبود که خیلی مهم نیست، نهایتش میشکنه دیگه. شاید هم اینجا زیر این پیچ داشته باشه. ما تنها هدفمون اینه که فقط ببینیم که مکانیزم کارکردش چجوره، یعنی چه اتفاقی میفته که ما اینا پیچ داره، چه اتفاقی میفته که ما اینجا اینو بکشیم برقمون میگیره. پیچ رو باز کنیم. بعد این طرف ها داشته باشه. آره خب خیلی راحت باز شد. دل و قلبش هم توی هم ریخت. او چقدر داستان داریم اینجا. خب این که کلن هیچ چیدمش نیست، فقط یه قاب ساده است. این هم که بندشه که خیلی مهم نیست. این هم که همون اهرمیه که میکشیدیمش و برقمون میگرفت که این اهرم به این سیم وصله و اینجا باتری داره که باتریاش خوابیدن. اینم فندکشه که الان روشن شد. کنید اینجا یه 4 تا باتری داریم که هر کدومش 1.5 ولته که میشه سرجم میشه 6 ولت که میاد و اینجا پایه منفیش میخوره به این بدنه و پایه مثبتش هم از طریق این که اینجوری کشیده میشد اینجا میخوره به این فنر. ببینید اینجوری و جریان قطع و وصل میشد. یعنی شما اینو که بکشید میخوره به این فنر و برقتون میگیره. و اینجا هم که یه دونه خازن داریم که باعث میشه که شما ولتاژ لحظه ایتون بره بالاتر و کاربرد این چیه؟ کاربرد اینه که وقتی که شارژ باتری توش جمع میشه یهویی وقتی اینو میکشید یه ولتاژ بیشتر از 6 ولت رو به شما تحویل میده و وقتی که بیشتر نگه میدارید کم کم ولتاژ میاد پایین و میرسه به ولتاژ باتری ها. اگه دقت کرده باشید توی اینجور شوکرها همون لحظه اول که میکشید یه برق خیلی مهیبتری رو میده نسبت به اینکه چند ثانیه نگه دارید دیگه، بعدش خیلی لوس میشه و خیلی اثر به اون صورت نداره. به خاطر اینه که اینجا شارژ توی اینو شما وقتی خالی کنید همون لحظه اول دیگه خالی میشه و قدرت اولیه‌اش رو از دست میده و از باتری دیگه تغذیه میکنه. ولی خب اون لحظه اول توی این شارژ جمع میشه، شارژ باتری توش جمع میشه، وقتی میکشید یه شوک بیشتری رو به شما وارد میکنه. خب حالا چیکارش کنیم؟ باتریاش چیزی نیست که بخواد ارزش
عوض کردن داشته باشه یا ارزش تعمیر کردن داشته باشه. فقط بازش کردیم که جنبه آموزشی داشته باشه. و اینجا 4 تا باتری، یه دونه خازن و 2 تا سیم رو داریم که میتونید باهاش خودتون هم به صورت دستساز همچین چیزایی رو بسازید. آدامسای برقی بود، یه مدت خیلی مد شده بود، خودکارای برقی بود، این هم که مترشه و خیلی چیزای دیگه‌ای که بود و سر کار میذاشتیم. یادمه که یه دونه سویچ بود من گرفته بودم سرکاری واسه ماشین بابام، بعد بهش دادم، گفتم که بزن که ماشین روشن بشه. خیلی خوشحال شد، گفت که وای چه سویچ خوشگلی. بعد دکمه‌ش رو زد، یه برق کوچیکی گرفت بابام، بعد گفت چی بود الان؟ من خندیدم، گفتم که شوخی بود. بعد ناراحت شد و گفت که خجالت بکش، نمیدونم تو مرد شدی، من یه همه زحمت کشیدم تو رو بزرگ کردم که اینجوری منو سر کار بذاری سویچ برقی بدی دستم. خلاصه ما رو کلی شهرونده کرد و کلی بی جنبه بازی در آورد که چرا ما این شوخی رو باهاش کردیم. خب این هم از این. من نمیدونم تکلیفم با این چیه، نه ارزش درست کردن داره، نه دلم میاد بندازم بیرون چون حالا دوران کودکیه. فقط نمیدونم گازش کجا جمع میشه، گاز فندکش فکر کنم توی این مخزن جمع میشه، ولی خب معلوم نیست چقدر گاز داره. اینجا هم که میزان گازش رو تنظیم میکنید و اینجا هم که میتونید گاز بهش وارد کنید. خلاصه که این بود ویدیوی امروز، امیدوارم که جالب بوده باشه و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. به زودی توی ویدیوی بعد همراه شما خواهیم بود. من اینو میگه میندازمش دور چون خیلی کاربردی نداره، فندکش اصلا به درد نمیخوره، اونم که دیگه از کار افتاده. مرسی که با من همراه بودید. تا بعد لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن. متشکرم.